سلام تماشابینان شبکه اگرو تختی جی، با شما من یوسف عزیزов. موضوع صحبت امروزه ما درباره بایگری به تکرار و ضروری تاجیکستان ذخیره های آبی آن بخشیده می شود. خداوند این نعمتی به بها را برای تاجیکان ارزانی آفریده است. فقط ما را می باید که آن را عاقلانه به نفع مردم خود استفاده بریم. اینک بعضی معلومات ها درباره این ذخیره ها. در تاجیکستان نزدیکی 600 دریا و آبانبارها موجود است که کلانترین هایش این آبانبار قیراقوم حجمش 416 کیلومتر کوبی، درازیش 75 کیلومتر، چقوریش 25 متر، آبانبار نارک مساحتش 98 کیلومتر کوادراتی، حجمش 10.5 کیلومتر کوبی، چقوری میانش 107 متر را تشکیل می‌دهد. اسکندرکول مساحتش 4 کیلومتر کوادراتی، حجمش 0.24 کیلومتر کوبی و چقوری میانش 72 متر و نصیب باشد نزدیکی ها در خریطه وطن ما تاجیکستان آبانباری زیبای دیگر در آغوش کوهساران که نامش نیز به خودی او زیبنده راغون با مساحت 133 کیلومتر کوادراتی و مساحت فایده‌آور 103 کیلومتر کوادراتی ارزیابی می‌کند. کلها باشد کلی قراقول که کم آدمان درباره‌اش خبر دارند. حجمش 26.6 کیلومتر کوبی، مساحتش 380 کیلومتر کوادراتی، جای چقورترینش 236 متر. درباره این کل من روزهای نزدیک یک نوار کرده و شما درباره‌اش معلومات می‌دهم. بسیار کلی زیبا میباشد و مردم بسیار از تمام دنیا به تماشای این کل میآیند. ولی بسیاری ما در این باره حتی خبر نداریم که این گناه ما نیست. فقط من فکر میکنم که درباره این کل کم معلومات ها وجود دارد و کم درباره‌اش گپ میزنند. این کل زیبا در بلندی 3950 متر از سطح بحر جایگیر بوده در رویخط بلندترین کل‌های دنیا نیز شامل گشته است. به این کل یک چند دریاچه ها میریزند، لیک خود آب این کل جاری نمی شود و عجایبش این است که آبش شور است و چخیلی که نامش قراقول یعنی کل سیاه نام دارد ولی آبش سیاه نیست. چرا که در بالا گفتم کل خرد نیست، کل کلان است. اگر کسی داند که این کل در کدام ناحیه جایگیر است خواهش میکنم در کامنتاری ها نویسید. بعد من نیز معلومات پیشنهاد میکنم. کل سرریز 17 کیلومتر کوبی، مساحتش 80 کیلومتر کوادراتی، موضع چقورترینش 505 متر را تشکیل می‌دهد. درباره این کل زیبای و در یک وقت دهشتناک من در نوار اژدهار خفته تاجیکستان معلومات دادم. اگر کسی تماشا نکرده باشد خواهش میکنم حتما تماشا کنید چون که بسیار نوار جالب است. چند نفر بعد از تماشا سوال کردند که اژدهار کنی؟ آنها تا آخر نوار اژدهار را انتظار شدند، لیک نفهمیدند که این کل زیبا خود اژدهار خفته است که باید کوشش نمود که از خواب خود بیدار نشود. یک برادر دیگر در کامنتاری خود نوشته است و فکری مرا درباره این کل پرسان شده است که چی باید کرد. چخیلی که من در نوار قید کردم موقع جایگیرشوی کل در بلندی 3300 متر از سطح بر جایگیر است. باز برای تازه و تست فکر کردن یک سوال دیگر به شما، چخیل میفهمید بلندی از سطح بر و کدام بر؟ در کامنتاری ها نویسید. خوب برمیگردیم به کلی سرریز. اولا به فکر من باید تا کلی مذکور اقلا کمیرهای درستی اتومبیلی ساختن در کار. بعد آبی که از کل از سربند طبیعی گذشته فیلتر شده 20 کیلومتر پایان حرکت کرده به دریاچه برتنگ همراه می شود. دریاچه برتنگ قریب همیشه آبش لای رنگش گرفته است و باید در اینجا پیش از همراه شدن به این دریا یک کارخانه استحصال آب با برند سرریز برآورده در اتیکتش درباره تاریخ این آب نوشته به تمام دنیا صادرات کردن ممکن است. من میدونم که مبلغ بسیار خراجات می شود، لیک فایدهش چندین بار از خراجات زیاد می شود. نزدیکی ها یک شرکت اختراعی خواست این کار را کند ولی نکرد. ازبکستان، عربستان، ایران باز چندین مملکت دیگر خواهشمندی خود را اعلام کردند ولی تا حال جرأت نکردند. کاش شود که این لایحه را ما خود عملی کنیم. تاریخ کل باشد با فاجعه آغاز یافته است. نواری در بالا گفته را تماشا کنید. اکنون می‌گذاریم به دیگر بایگری‌های ناتکرار دنیا، دریاهای تاجیکستان. دریای سیردریا مساحت آبانبارش 219,000 کیلومتر کوادراتی، درازیش 2212، خرج آب 703 متر کوبی در ثانیه. دریای زرافشان مساحت آبانبارش 41860 کیلومتر کوادراتی،
درازیش 877 کیلومتر، خرج آب 162 متر کوبی در ثانیه. دریای کافرنیهان درازیش 387 کیلومتر، مساحت آب انبار 11600 کیلومتر کوادراتی، ریزش سالانه 5 از 166 کیلومتر کوبی را تشکیل می‌دهد. دریای وخش درازیش 524 کیلومتر، مساحت آب انبار 39100 کیلومتر کوادراتی، خرج آب 156 متر کوبی در ثانیه. دریای پنج درازیش 921 کیلومتر، مساحت آب انبار 114,000 کیلومتر کوادراتی، خرج آب 1000 متر کوبی در ثانیه. امودریا درازیش 1415 کیلومتر، مساحت آب انبار 309,000 کیلومتر کوادراتی، خرج آب نزدیکی 2000 متر کوبی در ثانیه. قریبی 600 دریا و دریاچه‌ها همچون شاخه‌ها به این دریاها می‌ریزند و همه این دریاها از پیریخ‌ها و چشمه‌های کوهساران منطقه تاجیکستان سرچشمه می‌گیرند و دریاهای صاف تاجیکستان به حساب می‌روند. در اینجا فقط دریای پنج، دریای مرزی، هم از ما و هم از افغانستان به حساب می‌رود. تاریخ گواه است که بدخشان افغانستان که مساحت بسیار کلان دارد مال ما بود. در وقت تقسیمات آسیا بین امپریاهای روسیه با واسطه قزاقستان و ازبکستان حاضر زمین‌های تاجیکستان را قبض کرد تا پامیر می‌رسد. از آن طرف باشد انگلیس‌ها هندوستان را گرفته به افغانستان داخل می‌شوند و در وقت تقسیمات با روس‌ها برای آسان شدن کار خود سال 1895 آنها سرحد را از همین دریا حساب کرده آن طرفش را انگلیس‌ها و این طرفش را روس‌ها صاحبی می‌کنند و زمینی زیادی ما در آن طرف می‌ماند. اگر وقت دست دهد در این باره نیز به شما معلومات مفصل می‌دهم. پایگری تاجیکستان این پیریخ‌های آن به حساب می‌رود. عالمان حساب کردند که 70% آب نوشاکی دنیا این پیریخ‌ها تشکیل می‌دهند که در تشکیل فوند آب نوشاکی دنیا رول اساسی را پیریخ‌ها اجرا می‌کنند. در همین دوره 11% قسم خشکی را در دنیا پیریخ‌ها اشغال می‌کنند و در دوره‌های پیشین این عدد به 30% می‌رسید. در زمان کمترین مساحت پیریخ‌ها در دنیا 19% کم شد که تا حال این خطر دوام دارد. من در این باره نواری با نام خطر آبشاری پیریخ‌های تاجیکستان کرده بودم، حتما تماشا کنید، خیلی نواری خوب است. در تاجیکستان باشد میدان پیریخ‌ها نه کمتر از 9000 کیلومتر کوادراتی را که 6% مساحت تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. شرق تاجیکستان در کوهساران مقدار زیادی برف و یخ وجود داشته پیریخ‌ها را تشکیل می‌کنند. این پیریخ‌ها در بلندی 3500 متر تا 6500 متر از سطح بحر جایگیر بوده آب دریاهای جمهوری را تشکیل می‌کنند. همگی در حدود جمهوری تاجیکستان زیاده از 1000 پیریخ‌های درازیشان از 1.5 کیلومتر تا 16 کیلومتر و زیاده از وجود دارند. از همه کلانترین پیریخ تاجیکستان این پیریخ فیچن که به حساب می رود. درازیش 77 کیلومتر، مساحتش 700 کیلومتر کوادراتی، قوله پیریخ 6280 متر را تشکیل می دهد. گروم گریژیمایلو باشد درازیش 36.7 کیلومتر، میدان 142.9 کیلومتر کوادراتی بوده در بلندی 3610 متر از سطح بر جایگیر است. پیریخ مذکور از طرف سیاحتگران روس برادران گروم گریژیمایلو سال 1887 پیریخ مذکور را کشف شده بود و با نام این برادران نامگذاری شده است. چنانکه که در بالا قید کردیم همه ذخیره‌های آبی که از تاجیکستان جاری می‌شوند تاجیکستان قسم کمی آن را استفاده می‌برد. چنانکه که همه ما می‌دانیم اقلیم جهانی رو به گرمی آمده ایستاده است و نسبت سالهای گذشته 1-2 گراد گرم شده است که با آب شدن پیریخ‌ها و در فصل بهاران سیراب شدن دریاها و در رسانیده ایستاده است و ناحیه‌های جمهوری ما را آسیب‌پذیر از سیل گردانیده ایستاده است. نوار ما را درباره 5 ناحیه آسیب‌پذیر از سیل و جلالت تماشا کنید. این آبها را از سنگ کشورهای ازبکستان و ترکمنستان استفاده برده ایستادند. خوشبختانه ما توانستیم که نیروگاهی که 44 سال چند حکومت از حکومت شوروی سر کرده ساخته نتوانست امروز ساختیم و می توانیم اکنون آب دریای وخش را کنترل کرده توانیم. یک خوشخبر دیگر را فراموش نکنم، میخوام به شما رسونم که روزهای 15-16 نوامبر در شهرک راغون معرکه کلان که تاریخ تاجیکستان چنین این را یاد نداشت برگزار می‌گردد. در آن مهمانان از تمام دنیا تکلیف شدند. بگاهی 16 نوامبر ساعت 18:50
اگریگات ششم نیروگاه برقی راغون به کار شروع می نماید. روز 17 نوامبر باشد این در همه ناحیه‌های جمهوری با شکوه و شهامت عید کرده می شود. در دوشنبه باشد در نوروزگاه معرکه کلان. و چنانه که گفتیم ما را می باید که در دریاهای خود نیروگاه‌های زیاد و آبانبارهای کلان ساخته زمین‌های تشنه‌لب کشور را از آب تامین نماییم و برق ارزان استحصال نموده یکی از صادرات کنندگان اساسی منطقه گردیم. این است در روزنامه جمهوریت سابقه‌دار مهنت از تاجیکستان فکری خوب پیشکش کرده است که می‌خواهم با شما نیز رسانم. کارشناسان تاجیک در پس منظره بهبودی روابط تاجیکستان و ازبکستان پیشنهاد کردند که تطبیق لایحه زمان شوروی در مورد بنیاد آبانبار در شهر توز و قبادیان تحت عنوان کافرنیهانی پایان از سر گرفته شود. قوتعلی دادوف سابقه‌دار مهنت و مورخ تاجیک اظهار داشته است که تطبیق کافرنیهانی پایان سال 1983 آغاز شده، انشاءات باید سال 1993 مورد استفاده قرار می گرفت. دادوف طریق روزنامه دولتی جمهوریت اظهار داشته است اگر که آبانبار ساخته می شد موافق حسابهای پیشگی در تاجیکستان 3 ناحیه و در ازبکستان نیز پس از آبیاری شدن موضع چهاردغل 3 ناحیه تشکیل می شد. همزمان در این دریا بنیاد یک نیروگاه آبی که اقتداری با برق تامین کردن موضعهای نو تشکیل را داشت در مد نظر بود. از روی حساب متخصصان اگر این آبانبار ساخته می شد آن همگی در 5 سال تمام خراجات را می پوشاند، تاکید کرده است او. طالبان حکیموف رهبر پیشین انستیتوت علمی و استحصالی لایحه‌کشی نوروفر و سابق دیرکتور PMK 12 که ساختمان آبانبار را بر دوش داشت ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی ذکر کرده است که لایحه کافرنیهان پایان را ده‌ها انستیتوت‌های اتحاد شوروی به طور دقیق آماده کردند. آن در ساحه ملیاریسیای دو کشور ساختمان کم نظیر محسوب می‌یابد و با تطبیق این لایحه تاجیکستان و ازبکستان می‌توانند دشت‌های تشنه‌لب کورجالالقوم، گلزار، چهاردغل، کنیزدیها و بیشکند را آبیاری کنند. طبق حساب تحلیلگران در صورت بنیاد آبانبار امکان آبیاری کردن 68 از 3000 گکتار زمین فراهم می‌شود. کارشناسان اظهار امید کردند که در پی بهبود مناسبت‌ها مسئولین دو کشور لایحه را از سر خواهند گرفت. چنانکه که می‌بینیم این لایحه در زمان شوروی ترتیب داده شده است ولی به اجرا تا امروز مانده است. اگر این لایحه اجرا شود نه تنها زمین‌ها آبیاری و مردم صاحب برق باز دوستی دو کشور همسایه باز هم قوی‌تر می‌گردد و چقدر رشته‌های اقتصادی بسیارتر با هم پیوند شوند کندن آن مشکل می‌گردد و دوستی ابدی باقی میماند. با کانال اگروتک TG ابونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. با ما باشید. فکرهای خود را در کامنتاریا ها نویسید.